شبکه ایستگاه‌های زلزله‌نگاری وزارت حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که شب 9 سپتامبر سال 2022 ساعت 02:29 دقیقه به وقت المتا در مرز تاجیکستان با قرقیزستان در عمق 5 کیلومتر زمین لرزه رخ داده است. شدت این آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4.9 بال را تشکیل داده است. در این کوردینات‌های نشان داده زلزله‌نگاران قزاق کول آیکول جایگیر شده است. این کول نه چندان بزرگ، مساحتش 820 متر مربع، کوهستان ناحیه لیلک در قطارکوه‌های ترکستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان مثل کول سرز تاجیکستان از حساب فرو رفتن یک پاره کوه و بستن پیش روی مجرای دریا به وجود آمده است. زلزله‌نگاران تاجیک تا این ساعت این خبرها را شرح ندادند. درباره کدام خسارات جانی یا مالی بر اثر این آفت طبیعی گزارش هنوز به دست نرسیده است. مرکزهای زلزله‌نگاری قبلا خبر دادند که روز 8 سپتامبر سال 2022 ساعت 13:20 دقیقه به وقت محلی در مرز ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با ولایت بدخشان افغانستان یک زمین لرزه دیگر به وقوع پیوست. شدت این زمین لرزه را در مرکزش 40 کیلومتری شمال و غربی مرکز ناحیه اشکاشم طبق جدول ریختر 4.4 بال برآورد کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می‌شوند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شد.